غلبه انقلاب اکتبر 9 noyabr 7 noyabr xotiramda shularga durustyash yani har dam xotirasini mekardan idhom meshud xursandiyom mekardan hayin guzashtoyi ki milleti soloy sol tuloni jashn birlikte meshud in dohi praviteliti jahon Vladimir Ilyich Lenin وقتی غلبه انقلاب اکتبر 15 ریسپوبلیک متحد کردن با یک اتفاق سویتی من دوستا سرجم کرده یک دولت شوروی برپا کردن و روزی استراحت دو روز استراحت بود ما با ویدیو می رفتیم تماشای نمایش مینتکشان از همین از تندرستی معارف و تمام سوها در میدان جمع می شدن و از پراد می گذاشتن. پراد حربی هم بود. خیلی که این روز ما استقلالت جشن می گیریم اما خیلی دیگه ما روزی هفتم noyabr در همین انتخابی جمهوری ترکیه جشن می گرفتیم. نمیتونم شما در برای انقلاب در دانشگاه مکتبم نخونده بودید؟ در یادتون نیست؟ هیچی در خاطرتان نیست. درباره انقلاب اکتبر معلومات در کدام کتاب و برای صنف‌های چند شما معلومات میدهید؟ درباره مثلا انقلاب از تاریخ خلق توجیه ما هم مثلا که از تاریخ عمومی و هم تاریخ خلق توجیه در سینه اوید با انقلابی مثلا خرد میکنیم اصلا در اخیر موضوع در سینه اوید با انقلابی کبیر سوسیالیستی اکتبر با تاثیر اون با مثلا کشوری ترکستان موضوع گذرانده میشه اوید با مثلا انقلابی اکتبر کتلایی میگذاریم که در روسیه 3 مرتبه انقلاب به عمل آمده است. سال 1905 و 1907 انقلابی یفتم روسیه ماه فوریه سال 1917 انقلابی بورژوازی دموکراتی روسیه است و در همین سال 1917 در روسیه 3 مرتبه انقلاب به عمل آمده است که این انقلاب سیونش 25 اکتبر سال 1917 می باشد و به سر حکومت آمدن مثلا سویت اولین تشکیلیابی اولین دولت سویتی است و مثلا رهبر این دولت Vladimir Ilyich Lenin. Bu از سال 1917 تا 21 январь سال 1924 مملکت رو اداره کرده است.